خودم میدونی دوباره اومد بک نداره گیمی که داشته باشیم آقا. این آقا این آقا این هم این چه از این دادم این یه بار دفعه قاسم گفت فقط وان شد منم همه گانای وان شد یه نوازم یه یو ام پی موند این من یعنی شاید این همه چی وان شد شده یعنی با یه گوله مینداختمش این یه دست من زدم این رفت یو ام پی برداشت اصلا خود چون منم نمیرزم یو ام پی نمیشه چون لونا نداشتم اصلا آها اوه خشن میزنن اینو ببین این اسپاس برداشتی آه وای دادن خوب میزنم واقعا من راستش میگم من اصلا نه چیتم نه پنلم هیچی نیستم من هیچ نه پنل دارم نه هیچی شما ببینید اگه بخواید بخواید مثلا چیت بزنید چیتو باید برید داخل فایل های بازی بعد اون بعد خیلی هم درصد داره خب ببین همش راجع به سنسم من این سنسم از اون موقع از یه دونه اسپانسر تونده رو من خریدم چقدر 50,000 تومان اون موقع الان همین 2 میلیون هم به زور بهتون میدن خیلی سنس قویه خب واسه همین اینقدر بد نیست فقط هم مخصوص اینجا دیگه چون اگه تو بخوای چیز کنی اگه چی بهش میگن اسمش اگه بخوای چیت بزنی باید 2 تا فیل فایل یعنی یه فیل فایل مکس یه فیل فایل ساده رو داشته باشی که من فقط فیل فایل ساده رو دارم چون اگه بخوای چیت بزنی باید این فایل چیتو داخل این فیل فایل بارگذاری کنی بعد اونجوری مثلا یه دست دیگه من میخوام بعد برم این چیتا رو مثلا در بیارم بعد دوباره مثلا برم چیتا رو بارگذاری کنم نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه مثلا ببین واقعا تا حالا چیت نزدم خب چیت دارم ولی اصلا تا حالا نزدم یعنی فایل مایلش هست ولی اصلا تا حالا نزدم من با صداقت همین پلی خودم کلین تا حالا نه بن اسپات شده بن صدا شدم بن صدا چون خیلی از بازی بک دادم یه 3-4 روز برای همین بن صدا شدم ولی نمیدونم ریست بخورم نمیدونم
وارنینگ گرفتم وارنینگ. خب که آقا مثلا فعالیت مشکوک به شما یاد چون خیلی بهت میزنم مخصوصا با این دیزت یا حالا UMP تامسون وای تامسون آیا خواستیم بیان کاسون حواسم باشه یا چه یه تکس با این خدایا اوی چیزه دوستان اگه خواستیم با من بیاریم کاستوم به حالا آیدی 40 32 61 20 51 این حالا اون زیرم میذارم خواستیم بیاین درخواست البته داخل کامنت بگین اصلا اسمتون من قبول کنم بعد یه کاسه خشن با هم بریم Heading to supply point. Hit him with thrill of battle. اینجا کامون یکم بریم اوه کاتانا با کاتانا باشه نه هیچ مشکلی ندارم با کاتانا دوستاری بزنم ولی بدون خود خاصی تکیزی دارم باید میام خوب ندارم من با کاتانا میزنی من میدونم یه اون کاستوم قبلی هم باید خوب اوورسنا اون پسر ها رو اکانت دخترانه حالا چیشا دفته روم میره بچه برسن بودم اومدم یه پنل گفتم آقا من پنل زن گفت اگه این ریپورتم درست سبیه گفتم بهت 100 میدم خدا شکر یعنی بند نشد من یه بند جنوش کلی میره این ور میره اینجا میپری میدوی وانو نگاه 1 2 اینجا نیست 1 2 چیکن 1 2 ایکس رفت داشت 1 2 3 تمام تو رو به یادم میارم و دنیا اگه برای من شما تو هم میز علامه شرط این نگفت الان چیتی پنلی دوزی همین مهدی این یارو از حریفمه 8-1 جعفری با دیزل هشتگ بشم با دیزل زدم همین مهدی یاسین بله یاسین بله بیرون بریم بچه باشه باشه با بهش بگو ریدی بابا بهش کن یه بریم یه لحظه باشه من دیگه نمیرم بعد